خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در یک حمله مرگ طلبانه داعش کشته شد. این حادثه را نشانه از قوی شدن داعش و بیشتر ناامن شدن افغانستان دانستند. گروهی که سال 2021 پس از خروج نظامیان امریکایی اداره افغانستان را به دست گرفتند. حالا شیوه خروج نظامیان را وکیلان مجلس نمایندگان خطا می‌دانند. آنها حکومت بایدن را تنقید می‌کنند. شما امکانیت زیاد داشتید که پیش راه فروپاشی افغانستان را گیرید. با وجود هشدارهای زیاد، شما خطر به منفعت امریکا، شهروندان ما و شریکان ما در افغانستان را نادیده گرفتید. U.S. Secretary of State Entoni Bllinken appeared before the انتونی بلینکن وزیر امور خارجی امریکا گفت مأموریت جو بایدن طرح را عملی کرد که در دوره ترامپ طرحریزی شده بود. اگر او بر طبق عهد خود عمل نمی‌کرد، حمله‌ها به نیروهای ما و متحدانمان دوباره آغاز می‌شد و طالبان به شهرهای بزرگ حمله می‌کردند. آنگاه ضرورت فرستادن ده‌ها هزار نیرو به افغانستان برای محافظت از خود پیدا می‌شد. ما در بنبست و یا زیر آتش بی‌آخر می‌ماندیم. وکیلان جمهوری خواه میگویند شیوه نادرست خروج از افغانستان آغاز ناامنی‌ها در جهان و از جمله جنگ در اوکراین است. چون روسیه آن را شکست امریکا دانسته جرأت پیدا کرد که به اوکراین حمله کند. زمانی بیرون شدن نظامیان امریکایی، داعش در کابل حمله مرگ طلبانه انجام داد و 13 نظامی امریکایی و نزدیک به 200 ساکن عادی کشته شدند. با بیرون شدن نظامیان امریکا، گروه طالبان پورا افغانستان را اشغال کردند. حکومت این گروه را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه جهانی طالبان را برای نقض حقوق شهروندان سخت تنقید می‌کند.